سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ما خود دوستای عزیز خوب نیستم. چند هفته شده که بسیار سرماخوردگی شدید داشتم و دارم، گرچه که چند وقتم گذشتم و بازم به طور کلی جور نشدیم، ولی دمی حالتم خواستم که ویدیو تهیه کنیم و ما بتونیم که از یک دیگه خود چیزهای نو یاد بگیریم و وقت ما به حساب بیکار نگذره. دوستای عزیز ببخشین خیلی که صدای ما شاید بسیار گرفته باشه و دماغ ما بند است. اگر که در گوشتان خسته کن آمد دوستای عزیز، مرا به بزرگواری خودتان ببخشین. موضوع ویدیو امروز در مورد سوالی که از دوستای ما است که پرسان کردن که لطفاً ماینر سکیل کوردایش بر ما توضیح بدین. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. خب دوستای عزیز، ما اول خود اسکیل نشان میدیم که نوتای اسکیل چی هستن. باز از نظر بر نوتای اسکیل ما کوردایش میگیریم. اول میبینیم که در ماینر سکیل که مثلا ما اینجا سی ماینر سکیل کار میکنیم، فرمولش ما در ویدیوهای گذشته تشریح دادیم، بیان کردیم. او حتما دوستای عزیز ببینین و ما دیگه تشریح نمیتم، ولی حالا باید اسکیل یک دفعه نشان میتم برای که ما باید بفهمیم که کدام نوتا رو ما باید کوردش بگیریم. اسکیل سی ماینر سکیل: سا ره گا خب دوستای عزیز، دیدیم که سا، ره، گا، ما، پا، دا، نی. بینمی 7 تا نوت ما باید 7 تا کورد داشته باشیم. دوستای عزیز، این سکیل ما ماینر سکیل هسته، اما ما ایرم تشریح دادیم که ماینر سکیل یعنی چی و میجر سکیل. ایره دوستای عزیز شما ویدیوهای گذشته رو ببینین که باز بفهمیم. ما اینمی اسکیل ما باید چون 7 تا نوت داره، 7 تا کورد ما باید داشته باشیم و این سکیل ما ماینر سکیل هسته. نرمال باید از ما امی 7 تا کورد ازی ماینر باشه، اما این امکان نداره به خاطر ازی که ماینال میبینیم که به خاطر چی. خب کورد اول سی ماینر سکیل مثلا فرمول ماینر کورد چی رقم است که روت 3 4. روت یعنی امین نوت اول، 3 4 1 2 3 3 کلک مورد سر نوت 3 میمونیم 1 2 3. باز از دو نوت 4 1 2 3 4. کورد اول ما اینطور است. حالا ما میبینیم که امی هر 3 نوت ما شامل اسکیل است. ما پیشتر اسکیل که دیدیم کدام نوت است، این نوتا هر 3 شامل اسکیل است که این سی ماینر کورد است. کورد اول. کورد دوم ما نوت اسکیل نوت دومش اینی است. پس ما کورد دومش میگیریم روت 3 1 2 3 4 1 2 3 4. دوستای عزیز میبینیم که این نوت ما ده اسکیل است، این نوت ما است، اما این نوت ما نیست. این ما باید که اینجا بیاریم، این اصلا میکنیم و میبینیم حالا که این diminished chord جور میشه. یعنی شما میبینین که
1 2 3 فرمول دمینشت کورد بود که آر یعنی روت 3 3 1 2 3 1 2 3. اینجا دی دمینشت کورد هست، یعنی کورد دوم امی سی ماینر سکیل ما دی دمینشت کورد هست. خب کورد سیوم اینی بس ار 1 2 3 1 2 3 4. نرمال اتو باید باشه نظر به فرمول، اما ما میبینیم که اینی نوت ما در سکیل وجود نداره. پس اگر ما اینجا بریم خب باز اینجا یک دانه نوت میمونه، از اون خاطر یا ماینر شه یا میجر یا 3 تا باشه یا 4 تا نوت. پس این ما از اینجا ایجا میاریم، اتو میاریم. این میشه که دی شارپ میجر کورد میشه. کورد سیوم ما میشه. دوستای عزیز، ما باید قانون ها رو بفهمیم. اینا رو شما بسیار متوجه باشین که شما باز از هر جای دیگه، مثلا از اینجا که اگه اسکیل شروع کنین، از اینجا اسکیل شروع کنین، شما بفهمین کوردایش بتونین که بگید پیدا کنین، یعنی قانون متوجه باشین. باز از این چی بود؟ اینی نوت است. باز ما قانون کورد میبینیم که R 3 4 است. روت 1 2 3 1 2 3 4. این رقم باید از باشه. حالا ما میبینیم که R3 از این بیت نوت در اسکیل ما وجود داره. بیشتر که ما اسکیل نشان داریم R3 نوت وجود داره. پس نظر به فرمول که ما کورد گرفتیم اینمی صحیح است و اینجا از این کورد ما است که F ماینر کورد می باشه. باز از اون اینی نوت است. R 1 2 3 1 2 3 4. کورد دیگه ما G ماینر کورد. G ماینر کورد. میبینیم که R3 نوت ما، R3 نوتی که ما نظر به فرمول گرفتیم دمی اسکیل وجود داره. پس این کورد درست است. G ماینر کورد. کورد دیگه ما از این نوت باید باشه. یا R 1 2 3 ایده اینجا باید باشه. 1 2 3 4 ایده اینجا باید باشه. خب دوستای عزیز، ما میبینیم که اینی نوت ما، این نوت شامل اسکیل نیستم. میبینید شما دوستای عزیز؟ پس این ما باید از اینجا بیاریم. اینطور که اینجا میشه ای جی است، ای جا شارپ، جی شارپ، جی شارپ میجر کورد. و کورد هفتم ما اینیست نظر به فرمول 1 2 3 1 2 3 4. اینجا دوستای عزیز شما میبینین که اینی کورد، اینی نوت، این نوت ما در اسکیل وجود نداره. پس ما در کجا اینجا بیاریم؟ اینجا باید اینجا بیاریم که این میشه A sharp major chord. A sharp major chord. دوستای عزیز دیدیم که ما اسکیل ما از اینجا شروع شده بود، اینطور رفته بود و ما بر از این 7 تا نوت کورد گرفتیم که شامل کورد دمینش کورد شامل از اسکیل بود، میجر کورد و همچنان ماینر کورد. یعنی دوستای عزیز شما حتما متوجه باشین فرمولا را ببینین که در یک اسکیل که او اسکیل ماینر است، مثلا اینجا سی ماینر اسکیل بود، ما همچنان در این اسکیل
میجر کوردارم داشتیم. یعنی این یک غلط فهمی نشه که اگر ما وقتی گفتیم که سی ماینر سکیل پس کل کوردایش باید ماینر باشه، نه، این رقمی نیست. در هر جایی که شما شروع میکنین، از هر نوتی که شروع میکنین، چی میجر باشه چی ماینر باشه، فرمولش رو بفهمین و قوانینش رو بفهمین، باز میتونین کوردار به بسیار آسانی پیدا کنین. دوستای عزیز، لطفاً عجله نکنین، این ویدیو را چندین بار از سر ببینین، سرعتش کم بکنین و بسیار دقیق ببینین. اگر شما یک ویدیو را مثلا امی ویدیو را دقیق ببینین، شما میتونین دیگه همیشه کوردای هر سکیل پیدا کنین به بسیار آسانی. فقط کمی وقت کار است، حوصله کار است. بالاخره روزی میایه که شما دیگه در این موضوعات بسیار بیسیک دیگه مشکلات نمی داشته باشین. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیوی امروز ما. خدا کنه که ما درست تانسته باشم که نوتا را نشان داده باشم و کوردار را نشان داده باشم و خدا کنه که ما وقتی که با هم بودیم خوش گذشته باشه و ما از یک دیگه خود چیزای نو تانسته باشیم که یاد بگیریم. دوستای عزیز، اگر کانال شما تا حالا سابسکرایب نکردین و از این نوع ویدیوها خوشتون میاد، لطفاً کانال سابسکرایب کنین، ویدیوها را شیر کنین با دیگه دوستایتان تا که دیگرها هم بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن و کانال هم بتونه رشد بکنه. دوستای عزیز، ما البته امی کانال با سپورت شما ضرورت داره. سپورت شما اینه میست که ویدیوها را لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین و کامنت نوشته کنین. دوستای عزیز، خوشحال بودم که با ما بودین و امیدوار هستم که هفته آینده شما دوستای بسیار نازنین همچنان با خود داشته باشم. تا هفته دیگه، پدرود دوستای نازنین. بای بای.